توانم میزند در سینه خنجر، امان از روزگاران ستمگر. نگهبانی تو باد الله اکبر، مسافر بچه تنهای مادر. نگهبانی تو باد الله اکبر، مسافر بچه تنهای مادر. مادر گریه نکن گریه نکن بر رفتنی من، مسافری نصیب دیدنی من. مادر گریه نکن شکر خدا کن، با تقدیر خدا دادتنی من. شب روز شد و خواب ندارد مادره، بر آمدنم لحظه شمارد مادره. از دست مسافرش سری غم زده را، بر بالینی تنهایی گذارد مادره. از دست مسافرش سری غم زده را، بر بالینی تنهایی گذارد مادره. مادر گریه نکن بر رفتنی من، مسافری نصیب دیدنی من. مادر گریه نکن شکر خدا کن، با تقدیر خدا دادتنی من. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیزی شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکاتی شهنان برای تبریک کردن جشن زادروزی برنایتی که هم اولین روز ماه شریف رمضان است، هم اولین روز فصل بهار است. برای تبریک آمدیم از نام فرزندان، از راه دور، از نام نرگیز آیتی، از نام سرایتی، از نام بختیارک، از نام کلیم پاشا، نوروز آیتی، از نام مادر عزیزشان شهادتانه تبریک میگویم. لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم ببینیم. با ما باشد، با آغاز میکنیم. عزیز، خوش و تبار نزدیکان، مهمانان یاری قدر، همه شمایان را با ماه شریفی رمضان، اولین روزی روزه و اولین روزی فصل عروسی سال بهار صدقاً تبریک میگویم. من امروز مادر عزیز، مادر مهربان، عزیز قلب ها، البته برنایتی جشن زادروز داشتیم، برایشان یک قرصک میزنیم. به نزد ما همراهی بهادرکه تکلیف میکنیم. مرحمت برنایتی بهادرکه شما رو به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. بهادرکه روز خرسندی مبارک. لحظه ها را امروزه bayram بالای bayram را مبارکباد میگویم. می‌بینید که یک نه سه bayram در خاندانتان. اولین روزی ماه شریف رمضان، اولین روزی بهار و زادروزی بهار خاندانتان. بگذار همیشه صحت سلامت باشید. برنایتی روز تولد مبارک. مولود خجسته را امروزه روزی شکرانه‌تان را مبارکباد میگویم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. همراهی بهادرکه در پیری و دولت پیری را دیده، در ضد فرزند و نبیره ها دعاگوی شده سایبان شده گشتن نصیب کند. امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام ستارایتی، بختیارکه، از مسافرت از نام نرگیزایتی، از نام کلیم پاشا، نوروزایتی، از نام مادر عزیزتان حاجیانه شهادتانه شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگویم. فرزندان گفتند مادر مهربان، مادر غمخوار،
مادری که برای ما تمام هستی خود را فدا کردند و در طول چندین سالها همچون شفاکار با خلط سفیدشان داغ نگهداشته مهنت کرده ایستادند. خدا با شکر. همراهی داداجانم یک جای مهنت حلال کرده مانا کلام کردگیشان با هزار شکر میگویم. خدایشان با شکر. امروز نرگیزایتی مسافری به ایستاده شما بسیار یاد کردم. شما نظم دیدین گفتن دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. از مادر جانم عذر پرسید که امروز روزی زادروزشان و سیومین مچالشان با یانشان به ایستاده نتونستم. خدا کند که عمری دراز نصیب کند و در سر ما همیشه صحت سلامت سایبان شده گردند. همراهی پدرم دمی پیری و دولت پیری را دیده مانند حاجیانم و حاجی بابا شده آمدنشان نصیب کنند. خدا خواهد دلم به نیتهام کلان، البته از مسافرت برگردم از این هم زیادش را برایشان هدیه می سازم. امروز روز خرسندیتان، بهترین روز شکرانه‌تان مبارک باشد. برای مادر میگویند میرسد فورم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبالی محبت های او گشتم کلام، گیریمو بر دیده مالم خاکی پای مادرم. حاجیانه دیروز در شبکه اینترنتی خواندم یک چیز بسیار زیبا برای مادر فرموده بود است. فرزند میگوید اولین خانه که برای من بود بطن مادر، اولین آن جایی که من آرام گرفتم خواب کردم بالای زانوی مادر، و در این دنیا که اولین طعام با لذت را من خوردم و تناول کردم این شیر پاکی مادر است، و اولین صدای فارمی که من شنیدم این الله زیبای مادر است. مادران شمایان چشمه مهر و محبت هستید. شما را همه فرزندان دوست می‌دارند. زادروزتان مبارک. امروز مادرکه راستیگه بالای تارت پر رقم ها نیست. برنامه‌ای حالی چشم شما به چند ساله برید؟ حالی 17 ساله. یک تا قرصک میزنیم. امروز برنامه‌ای چند سال شد تا اشتگش با؟ تخمین. یعنی چند سال؟ 32 سال پاش. 32 سال، قریب 35 سالگی توی. امروز نبینید که زادروزتان یکمین روزی بهار با. همین زادروز با مابین 32 سال با پدری عزیزی فرزندانتان چند بار گل پدر کردن شما بود برنامه‌ای؟ گلی اقتانی به پتک بوکه درمش پوری پول بود می. امروز انمی گلدسته زیبا شخصا از نام بهادرکه برای شما تقدیم میکنند. مرحمت بهادرکه، روزی خرسندی مبارک باشد. مرحمت. زادروز مبارک. و البته از نام فرزندان از راهی دور نرگیزایتی استارایتی در اینجا توفه ها دارند. انگشترین طلا و گوشواره های طلا را برای مادر عزیز تقدیم میکنند. مرحبا. حاجیانه نیت کردن از خانه خدا مهر دختر علمخیل لباس ها را آوردم که بگذار مانند من حاجیانه شود، همراهی داماد تمام به زیارت کعبة الله نصیب کند. گفتن همین توفه ها را از نام حاجیانه شهادتانه تقدیم میکنیم. قبول کنید. مرحبا. مبارک باشد. خداوند کریم لایق کند. مبارک باشد. و البته امروز روز خرسندی است. از نام فرزندان عزیز، از نام بختیارکی که در قلبشان نیت‌های نیک دارند، بهادرکه ما خدا خواهد
خداوند کریم күch و قوت دهد و پدر مادرم به زیارت کعبه الله فرستادم گفته همه فرزند نیت میکنند. شخصا از نام بختیار اکا کتاب قیمت بهاترین قرآن کریم را تقدیم میکنه. مرحمت زادروز مبارک باشد. Taş atken canım atken Dersiksem yanımda mutlak yatken Bu mening onam, bu mening onam Har bir istagimin chorasin topgan Menga tosh atken canım atken Dersiksem yanımda mutlak yatken البته امروز زادروز است. در روز خرسندی شیرینی داریم از نام اهل عائله و فرزندان. یک جا شیرینی را میبریم و از آن تناول میکنیم. مرحمت تارها را نزدیکتر میبریم. زادروز مبارک باشد. مرحمت. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. بهادرامک امروز همه را تبریک کنید با فصل بهار، با ماه شریف رمضان و البته مادر فرزندانتان را با روز شکرانه سنت تبریک کنید. مرحمت. Assalomu alaykum avalash mehmonon hamma qaysi taboron omadagi yakka ro'zi ro'za katir yakka bash tabrik میکنم امروز همسرمایه یعنی 28 سالش میشه تبریک میکنیم. هم خیلی مشکل که چند شب من سلام سوال کردم دیوارشون این هم میشود سلام کردن آقا از تاریخی بانم رحمت. برنامه دیگه نیک گفتن برایتان نشونیدید. البته ویدیو را که میبینن حاجیان مرحمت. السلام علیکم. نزدیک دارد. مهمانای عزیز. خیلی خوش آمدید اون روزیده توزی سر. خیلی بچه کم ایروی مکه خوش پیر شود. حضور حلاوت نیواره ایواره های بیند رو دختر بسر خوشه. ایلوی واجه اونای واجه بوشه ایلوی میرویم. ایلوی خود دگوشون توی شود گشت دگوشون هست شود یاری بچه کمی همیشه اشتباهی هم میش خدای مهربان شود. خدا فقط اسرع کنه. رای دور وقت بگویم ایلوی سوق رفته سلامت بیافت. فقط یافته ایکش توی تماشا برود. نخیر حج برود. رحمت گپریستم. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Mana imroz zodrozi modari azizam bejon sarbadarek سربهار بینید الهی مکر دادیم که قشه پیش شده مانه حضور کمای دیده گردید نورای و ایورای دیده اوای بیگاناش دیده همه وقت همخیلین شده گردید حاجیانای و حاجیبا شده نتونم نصیب روزی کند الهی مکر اعتبارتون بر رحمت اماتون بر رحمت رحمتی خلاص. سلامت باشند. تشکر. البته این ماهی شریف ماهی بزرگ است و ماهی خرسندی است. ما می‌خواستیم کمی باز خرسندی بخشیم برای شمایان
مادران زنبانوانی سمرقند ما دوست می‌دارند رقصیدن را برنامه حاجیانه با راهبری شمایان همه را به رقص تکلیف می‌کنیم. بعد از آن لحظه ها رو به تاریخ مهر می‌سازیم و یک جای عکس می‌برداریم. مرحمت صورت‌های شوق سر اول بعد از آن یک جای رسم گیری می‌کنیم.
سوی من اومد سوی من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دستش رو تو لب دادم شب تو را میخوندم تو من دادا بگفتی که بهات میمونم چی سر من بستنی رویم من گوشه رویم من سری سیدو آشیدی رویم من بستنی رویم من گوشه رویم من سری سیدو بستنی رویم من گوشه رویم من سری سیدو آشیدی رویم من بستنی رویم من گوشه رویم من سری سیدو عزیزان امروز برنامه را در روز خورسندی شکرانه‌شان تبریک کردیم. لحظه های بسیار هم فراغتی خاطرمان و تاریخی را پیشکش کردیم و ها دادن از شما است. با من باشید با شبکه شهنام خود را احتیاط.